فلسفه سفره 7 سین عید نوروز. در آیین باستانی ایران برای هر جشن خوان یا سفره‌ای گسترده می که دارای انواع خوراکی‌ها بود. سفره نوروزی بر پایه عدد مقدس 7 بنا شده بود. در زمان هخامنشیان در نوروز به روی 7 ظرف چینی غذا می‌گذاشتند که به آن هفت‌شین می‌گفتند. بعدها در زمان ساسانیان هفت‌شین وضع شد که شامل شراب، شیرینی، شربت، شمشاد، شقایق و شاخه‌نوار و شمع بود. پس از سقوط ساسانیان وقتی که مردم اسلام را پذیرفتند با حفظ سنت‌ها و آیین‌های باستانی و عدد 7 سین تغییر پیدا کرد که شامل سیب، سیر، سرکه، سکه، سمنو، سماق و سنجد است.